رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین. السلام علیکم تماشابینان گرامی قدر. اینک سلسله برنامه های رمضانی من را حسن ادامه می بخشیم و بار دیگر هر یکی شمایان را عزیزان دل با این ماه مبارک و شریف صمیمانه شادباشی ها می گویم. از درگاه خداوند یکتا و بی همتا مسئله دارم که برد و برار و سعادت این دنیا و آخرت را برای هر یکی ما و شما نصیب بگرداند. در این لحظه های پرسرور ما تصمیم گرفتیم که به این کاشانه مان یکی از مهمان های عالی قدر دامولای عزیز، عضو شورای علمای اداره مفتیات شهر مسکو و امام مسجد جنوبی بوتاوا دامولا عبدالملک نصیرالدین را به حضور پذیرفته باشیم. دامولا عزیز، قبل از همه قدم های نیکی شما را به این درگاهمان خوش آمدید، نوری دیده و تاج سر میگویم و این ماه مبارک را برای شما نیز و برای اهل پیوندان و نزدیکانتان شادباشی ها و مبارکباد میگویم. خداوند عملهای نیکی ما و شما، عبادتهای ما و شما را با اخلاص و موافق به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پذیرفته درگاه پاک و بنیازش بگرداند. و این لحظه ها میخواستیم اندیشه های شما را درباره ماه مبارک رمضان بشنویم. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم تماشاگران محترم. شما را به مناسبت این ماه شریف رمضان تبریک میگویم. این ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه آزادی از آتش جهنم. خداوند برای ما میسر گرداند که این ماه را با این شرافتش، با این عزتش ما عزت داری کنیم، شرافت او را قدردانی کنیم انشالله. خداوند در این آیه کریمه که ما قرائت کردیم، آیت 183 سوره بقره میفرماید که ای کسانی که ایمان آوردید، ای کسانی که شما دعوای ایمان داری میکنید، خداوند مراجعت به شما میکند، به ما شما میکند. خداوند با عظمتش، با بزرگیش به ما مراجعت کردنش این فخر است که میگوید ای کسانی که شما دعوای ایمان داری میکنید، برای شما روزه فرض شد، روزه نوشته شد، چطوری که به دیگر امتان قبل از شما، هندو، پاکستان و افریقا و خطایی و دیگر مردمی که در جهان بودند، برای اونها هم روزه فرض بود. شاید که شما از این کاری کرده، از این عبادتی کرده، خصوصیت و صفت تقواگری را، یعنی پرهیزگاری را کسب کنید. خداوند تبارک و تعالی در این آیه که سوره بقره است، سوره بقره چطوری که معلوم است این سوره های مدنی است. از این معلوم میشد و تاریخاً بیان میشد که رمضان در ماه رمضان در ماه رمضان سال دوم هجری، بعد از آن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه دعوت اسلام کردند، دعوت یعنی خدای یگانه کردند، خدای یگانه را شناختند، در آنجا روزه فرض نبود. بعدی که یعنی هجرت کردند، سال دوم روزه فرض شد. یعنی این خود دعوا و طلب دارد و درس است برای ما که یعنی رمضان و همه بین اسلام خودش یعنی
دین اسلام یک دین و تربیتی است. یعنی باید آدم آماده باشد، تیار باشد برای روزه داشتن. یعنی ما باید او را آماده بسازیم. چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دوام 13 سال در مکه مکرمه و 2 سال در مدینه منوره، یعنی مردم را آماده ساخت، تیار ساخت برای این وظیفه الهی را قبول کردن. وقتی که آنها آماده شدند، تیار شدند، بعد یعنی روزه فرض شد. دین اسلامی که از 5 نوع است، یعنی کلمه شهادت گفتن، نماز گزاریدن و روزه ماه شریف رمضان، این سیوم یعنی دین اسلام، یعنی که بعدا یعنی زکات و حج فرض شد. این دولت میکنه بر آن که ما یعنی همین درس عبرت را برای خودمون بگیریم. و این تعجب نکنید میگید که این روزه برای شما فرض شده است. این برای امتان دیگر هم قبل از شما، یعنی به دیگر هر مردمی که در این جهان وجود داشتن، برای اونها روزه فرض بود. این چیزی عادتی است گویا. و آخری آیت میفرماید که لعلکم تتقون، شاید که شما خصوصیت و یعنی صفت پرهیزگاری را کسب کنید. بسیار خوب. دامولای عزیز، خودی پرهیزگاری را ما چگونه باید درک کنیم، چگونه باید بفهمیم؟ بارک الله. پرهیزگاری که در این آیه در این زمینه میگوید لعلکم تتقون، کلمه عربی که یعنی که تتقون از یعنی باب افتعال، یعنی اتقا، پرهیزگاری از اگر وقایع گیریم یعنی خود را نگه داشتن، خود را یعنی آماده ساختن که بر هر چیزی که خداوند منع کرده است از او خود را داشته توانیم. اصلا یعنی این صفت تقوا را خداوند در آیت 2 سوره بقره هم میگوید که صفتش کی هستند. بعد در دیگر آیت هم میگوید که اعوذ من الشیطان الرجیم و ساروا الی مغفرة من ربکم و جنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنین. در این آیت هم یعنی این صفت های آدمانی با تقوا را میگوید. یعنی اصلا تقوا صفتی است که این چی در آیت 2 سوره بقره میگوید که آنها کسانی هستند که ایمان آوردن به روز غیب و از آن چیزی که ما نفقه کردیم آنها دادیم نفقه میکنن، خرج میکنن و نماز میگذارن و ایمان دارن به روز یعنی آخرت و به آن چیزی که نازل شده به شما میگوید به پیامبر اکرم صلی الله علیه و و قبلا. و در آیت دیگر که ساری مغفرتین یعنی الی مغفرتین الی جنة ارضها السماوات، اونجا میگن متقین کسانی هستند که ينفقون فی السراء والضراء، یعنی در حالت مشکلی و آسانی و سبکی و یعنی در غم و غصه، در خرسندی، همه حالت یعنی چیکار میکنن؟ اونها نفقه میکنن، صدقه میتن، احسان میکنن. خصوصا در این ماه مبارک رمضان که ماه شریف است، این نفقه و احسانی که خدا در این ماه ما اگر صرف کنیم یعنی ثواب این زیاد است. بعد اصلا این تقوا کسبه اخلاقی دیگری دارد که میگد یعنی یفیقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، یعنی که آنچه یک مشکلی یگان کینه و عداوت از کسی داشته باشند اون را فرو میبرند، یعنی اونها به دل نمیگیرند. والعافین یعنی الناس که بعد هر چیزی یعنی که مردم در حق اونها کردن او را میبخشند. این بسیار مهربان است. یعنی این مهربانی که خداوند داده است اون مهربانی را قدر کردن. اصلا مهربانی خداوند است که برای ما یعنی این خصوصیت را یکی پروردگار نصیب گرداند. یعنی شخصی که سالم عقل است و همین ماه رمضان را دریافت، روزه بگیرد و عبادت ها را خالصانه برای الله بکند، الله میگوید شاید که شما تقوادار شوید، تقوا پیشه کنید. یعنی ما گفته میتوانیم که روزه‌داری و عبادت در این ماه همچنین یک درجه تقوای بنده را زیاده میکنند. بارک الله. اصلا هر یک عبادتی که خداوند برای ما او را یعنی وظیفه دار کرده است، این معنی اون دارد که هر یک عبادت خصوصیت خاصی دارد. مثلا نماز میگوید نماز یعنی انسان را از کار بد و شایسته من میکنه، این خصوصیت نماز است. اما خصوصیت روزه این است که شما این باید شاید کنید، یعنی که این تقوا را کسب کنید. شما وظیفه دار هستید، شما مسئول هستید. یعنی من میگویم که شاید یعنی برای خاطر آن است که ممکن که از 100%
50% 60% شما تقوا را ممکن که 90% شما ممکن 100% شما یعنی تقوا را کسب کنید. اما این طبیعت انسانی که هر زمان یعنی انسان به وسوسه ها به یعنی شهوت ها دعوت میکند، از اون خود را نگاه داشتن مشکل است. و این ماهی که شما نگاه کنید که یک قانونگذار اگر امروز یک قانون بگذارد که بگوید که همین روز برای مردمی همین کشور روزه داشتن فرض، پس یعنی اون از قانون از یعنی شرطه و پلیسی که هسته خوف کرده، اما خونش میره، در خونش کار میکنه، یعنی میخورد، پناهی میخورد، هیچ کس نمیبیند. شما این خداوند که قدر به بزرگیش یعنی انسانی که روزه میدارد او حس میکند که خداوند اون را در همه جای غایب، در غایب و در حاضر و در شب تار و در همه جا میبیند. او حسابات و او مراقبه خداوند، او نظارت خداوند حس میکند و یعنی خود را میدارد. یعنی سری بین بنده و الله است که الله همیشه نظیر و خبیر است. بارک الله. یعنی از همین سبب یعنی در حدیثی هست که میگه همه عمل بنده برای خودش هستند، یعنی ثوابش یعنی میگیرد، اما این روزه برای من است که من یعنی ثواب اون هستم. یعنی که اونجا یعنی اگر مکافاتش یعنی من میدیم دو معنا دارد. یعنی که اون حدیث میگه که من مکافاتش هستم، میگه باز یعنی من مکافات میتیم عجزی میشود. اگر عجزه خونیم مجهول خونیم میگه منم مکافات او، منم یعنی با دیدار الله مشارکت. یعنی مشارکت که من فقط یعنی اون فقط من خواسته است، یعنی اون بنده من خواسته است و من هستم مکافات او که با دیدار من با یعنی دیدار تجلی نور من یعنی اون شرف می شود ان شاء الله. اصلا تقوا، کلمه تقوا اگر که شنیدید که همه آیات های کریمه، همه سخنهای خداوند که به زبان بندگی از جناب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده است، اگر ما در خصوص اونها شب و روز هم بگیم یعنی کم هست ان شاء الله. خوب، تشکر زیاد دامولای عزیز. شخصی پرهیزگار شخصی که خودداری میکند از عملهایی که به نفس او ظلم‌آور هستند، یعنی ضررآور هستند و از امر الله برمی آید، همچنین از دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله برمی آید. و یکی از دیگر عبادت های بزرگ که مخصوصا در ماه شریف رمضان است، این شب زنده داری کردن است. عموما ماهیت و فضائل این اعمال یعنی شب زنده داری را شما چگونه شرح داده میتوانید؟ بارک الله. اصلا ما نظر کنیم در آیات میگه ایام معدودات. ایام معدودات یعنی چند روز معین. چند روز معین معنی ندارد که اینجا اگر که یوم میگفت یا لیل میگفت پس اون وقت میشد که یا که روزش یا که شبش. اما وقتی که چند روز معین، در این چند روز معین یعنی شبش هم داخل میشود و روزش هم داخل میشود. خداوند برای هر یک عمل بنده میتواند یک ثواب نصیب، میتواند دو اجر دهد، میتواند 70، میتواند 700 و میتواند بغیر حساب. یعنی با میگه فلان اجر غیر ممنون، یعنی این خیلی هم هسته باید. از این معلوم میشد که یعنی که در شبهای رمضان روزهاش که یعنی که اگر شبها ما میتوانیم که اصلا بگیریم در این منطقه که ما هستیم شبهای خیلی کوتاه هستند. اگر این شبها را ما با اجری که خداوند برای اون نصیب میکند و این ماه قرآن باز، ماه نزول قرآن و ماه همه نزول، این روایتی هست که همه کتاب‌های آسمانی و صحیفه‌های آسمانی در این ماه نازل شده است. این خیلی هم هست. یعنی اگر ما از این گیریم این ماه قرآن هر چقدر یعنی در این شبها یک حرفی از قرآن خونیم، اگر در دیگر ماها اگر یک ثواب باشد، در این شبها یعنی حسابش به آخر است، یعنی محدود نیست. سبب چی؟ اصلا وابستگی بعضی سوالا میکنه که یعنی که چقدر ثواب، میگم برادر عزیز یعنی دوست عزیز، این که ما خداوند یعنی اصلا که غنی هسته، جواد هسته. اگر ما بخیلی نکنیم و خودمون اجازه دیم که یعنی در یک شب یک صفحه قرآن خونیم، 2 صفحه قرآن خونیم، 10 صفحه قرآن خونیم، اگر با مضمون او را یعنی کوشش کنیم که بفهمیم، تفکر و با تدبر بخونیم. البته یعنی این کتاب متفکرین است. متاسفانه یعنی در اینجا یعنی قید کنیم که
برادران ما، خواهران ما، مسلمانان ما اگر یعنی کوشش میکردن که اقلا در این ماه شریف مبارک یعنی با قرآن اگر کسی خواندن نمیتواند یعنی برود نزد یک معلم و از تعلیم قرآن بگیرد که حدیثی هست که خیرکم من تعلم القرآن و علمه، از این ثواب یعنی محروم نشود. خیلی یعنی عزت است و شرافت است که خیلی یعنی این ماه خوب یعنی استفاده برد. یعنی پیامبر میگویند که بهترین شما آنهایی که قرآن میدانند و آن را تعلیم میدهند. بارک الله. یعنی با دیگر حدیث هم هست که معنیش میگه که یا شما معلم باشید یا شنونده باشید یا متعلم باشید که درس خواننده باشید. یعنی هر چقدر شرایط میگنجاند یعنی ما باید این شرایط ها رو استفاده کنیم و خداوند یعنی برای ما از درگاه خزینه بیکنار خودش یعنی بسیار کریم است، سعادتمند میگرداند ما را. باید یعنی کوشش کنیم شبها را استفاده بریم، چطوری که روزها اگر بسیاری برادران یعنی که به خواب میگذرانند، در نزد تلویزیون میگذرانند، اخلاق یعنی اصلا حمیده ای که آراسته بندگی مسلمان است او را اگر استفاده بریم. امروز بسیار هم بشریت محتاج است به اخلاق ما و شما. یعنی این دین هم دین اخلاق است، اگر اخلاق نباشه دین هم نیست. تشکر زیاد دامولا عزیز. شما که درباره اخلاق سخن را آغاز کردید، در این باره من سوال کردنی بودم، یعنی اخلاق شخصی روزدار چگونه باید باشد؟ از کدام مکتب ما درس بگیریم؟ ما معلم بشریت که پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه و آله است، یعنی اگر ما برای اخلاق خوب شدن ما باید از زندگانی نامه پیامبر شناس باشیم. من یعنی میخواستم که بگویم برای دوستان من که اقلا برای خود سوال کنن که از زندگی نامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و چند یعنی مؤلفات خواندن، کوشش کنن اگر نخونده باشن در این ماه شریف یعنی چند مؤلفات چند از اون زندگی نامه بخونن، با زندگی نامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و شوند که با دوستان چه معامله میکردن، با همسایگان چه معامله میکردن، با یعنی حتی که یک غیر مؤمنان. یعنی یک روز پیامبر اکرم صلی الله علیه و در مدینه منوره نشستگی بودن با اصحاب کرام که یک جنازه یک یهودی را برده ایستاده بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و از جایشان کمتر یعنی خودشون برای عزت احترام او یعنی از جایشان جنبیدن، خیزان خودشون را. صحابگان کرام گفتن که آخه این یهودی است، چرا شما اینقدر؟ گفتن که در این روح خداوند است. یعنی ما به خاطر روح خداوند باید چیکار کنیم؟ عزت کنیم، احترام کنیم، حرمت کنیم. و این معلم بشریت برای ما درس گذاشتن که ما یعنی امتان او از این درس استفاده کنیم. یعنی حتی گریه میکردن وقتی شخص در غیر اسلام وفات میکرد. یعنی قلب آنها مهربان بود، نه تنها برای مؤمنان همچنین به غیر مؤمنان، چون نمیخواستند که آنها نیز به عذاب الله گرفتار شود. چنین است. بارک الله. تشکر. و یکی از عبادت هایی که خیلی که در بالا ذکر کردیم قرائت قرآن است. اجر قرائت قرآن چی است؟ بارک الله. اجر تلاوت قرآن یعنی اگر کسی که قرآن معنوش نفهمد، ترجمهش نفهمد، برای هر یک حرف یک ثواب میگیرد. یعنی وقتی ما میگوییم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الف لام میم، یعنی این معنا نداره که الف لام میم یک ثواب است. الف یک ثواب است، لام یک ثواب است، میم یک ثواب است، کاف یک ثواب است، ها یک ثواب است. یعنی اینطور یعنی همه حرف هایی که در قرآن است یک ثواب است. این برای کسانی که معنا نمیفهمند. اما برای کسانی که معنای این کلمه ها را میفهمند برای اونها از 10 و زیاده هست. یعنی کوشش کنیم که اگر نمیفهمیدیم اقلا ما یک سوره فاتحه که هر روز در نماز فرضی که 17 مراتب تکرارا میخونیم و روز در نماز نفلی را یعنی ما به عدد نمیگیریم، یعنی همین معنای همین سوره فاتحه را در این ماه رمضان معنای اصلا روبرو تاجیکی یا با کدام زبانی باشد یعنی اگر شناس شویم خیلی یعنی شرف است. تشکر زیاد دامولا عزیز. و پیش از انتهای برنامه من بار دیگر با تماشاگران گرامی قدر مراجعت کرده گفتنی هستم که در حقیقت هم
ماه مبارک رمضان ماه محبت هاست، ماه نزدیک شدن به الله هست. چون شیطان ها که شیاطین که زنجیر بند می شوند، الله ما و شما را امتحان میکند تا کدام از ما پرهیزگاری را پیشه میکنیم، سیمای اصلی خیش را نشان میدهیم. از این لحاظ باید از این فرصت ها غنیمت بشماریم، این فرصت ها را استفاده کنیم و تمنیات شما را برای تماشابینانی که امروز با روزه‌داری با عبادت پروردگارشان مشغول هستند شنیده می‌کنیم. انشالله خداوند یعنی برای ما یک شرف است که در این ماه شریف برای شما یک صحبتی کردیم. یا تمنیای ما این است که خداوند برای ما اجازت بده، شرایط بده، چون که حضرت سلیمان علیه السلام گفتند که برای من شرایط بده که شکرانه نعمت تو را کرده توانم. ما همون تمنای و آرزوی همون بزرگ پیامبر بزرگ حضرت سلیمان و میگیم یادآور میشیم که خداوند برای ما شرایط بده که این ماه مبارک ماه شریف رمضان با سربلندی، با عزت و با احترام ادا کنیم. نشود که ما این ماه را تمام کنیم ادا کنیم و یعنی مثل یک آدمی گرسنه ماندگی و تشنه ماندگی بی ثواب باشیم. خداوند ما را از اونها نگاه بدارد. خداوند کریم همه خانواده هایی که هستند و ما را میبینند، ما از اونها التماس دعا میکنیم و برای همه مسلمانان و برای بهبودی، نیکی، امنیتی در همه جهان را تمنا عرض داریم. تشکر زیاد دامولای محترم برای این پند و نصیحت های شما که از آیات قرآن و احادیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود و همچنین برای شما نیز در این ماه مبارک خوشی های این زندگی، سعادت این دنیا و آخرت را تمنا داریم و بار دیگر خاطر رسان میکنیم که عزیزان دل امروز مهمان کاشانه ما دامولای عزیز و مهربان عضو شورای علمای اداره مفتیات شهر مسکو و امام مسجد جنوبی قطب دامولای محترم عبدالملک نصرالدین بودند. در همینجا برنامه نوبتی ما به پایان میرسد. خدا یار و مددگار شما باشد. حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ندى رحمة.